براندون متولد 1989 اهل شهر کوچیک به نام مارشال در ایالت مینیسوتا. باهوش، اهل درس و علاقه‌مند به علم. بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به کالج فنی رفته بود و قصد داشت برای ادامه تحصیل به آیوا بره. در ماه مه سال 2008 براندون و دوستاش پایان ترم رو جشن گرفتن. اون شب از 2 مهمونی بازدید کرد، کمی نوشید اما به نظر نمی رسید مست باشه. حدوداً ساعت 1:15 شب ماشینش از مسیر منحرف شد و تو جاده خاکی گیر افتاد. اون با پدر و مادرش تماس گرفت و گفت که بین 2 شهر مارشال و لیند گیر افتاده، اما موقعیت دقیقش اشتباه بود. تلفنی که با پدرش صحبت میکرد، پدرش حتی صدای روشن و خاموش شدن چراغ‌های ماشین رو از طریق تماس میشنید، اما نتونستن پیداش کنن. حدود ساعت 2:30 صبح براندون گفت که داره از یک مزرعه رد میشه. صدای آب میشنوه و به سمت یک نور در دور دست میره. پدرش فکر میکرده اون به شهر لین نزدیکه، اما در واقع 20 مایل دورتر بود. در آخرین لحظه تماس براندون فریاد زد و تماس قطع شد. بعد از اون دیگه هیچ صدایی ازش شنیده نشد. صبح زود والدین براندون با پلیس تماس گرفتن، اما ابتدا بهشون گفته شد که باید 24 ساعت صبر کنن. اما با فشار خانواده جستجو شروع شد. ماشینش پیدا شد. سگ‌های ردیاب ردش رو تا کنار یک رودخونه و مزرعه‌ای متروکه گرفتن، اما هیچ چیز بیشتری پیدا نشد. نه تلفن، نه لباس و نه حتی جسد. انگار در تاریکی حل شده بود. 3 فرضیه اصلی مطرح شد. افتادن اون در رودخونه، اما سگ‌ها رد اون رو بعد از رودخونه هم گرفتن. فرضیه دوم، هیپوترمی، شاید بعد از افتادن در آب سرد گم و گور شده. و فرضیه سوم، فول پلی یا دخالت انسانی. شایعاتی درباره درگیری یا تصادف عمدی مطرح شد، ولی هیچ مدرکی در کار نبود. بعد از سالها نه ردی از براندون پیدا شد و نه پاسخی برای اون تماس عجیب. اما مادرش موفق شد قانونی رو تصویب کنه که پلیس رو مجبور میکنه در پرونده‌های ناپدید شدن حتی افراد بالغ فوراً اقدام کنه. به نظر شما الان براندون کجاست؟ زنده است یا نه؟ هنوز هم هیچ کس نمیدونه.